پوکت. ما اومدیم پوکت. بچه ها ما اومدیم یه جای خیلی خوشگل، اینجا خیلی معروفه. اومدیم اینجا عکس بگیریم و ویدیو، ولی خب حالا به خاطر اینکه بارون میاد خودشون نمیتونن ازم عکس و ویدیو بگیرن، ولی خودمون میتونیم بریم اونجا بگیریم. خیلی جای خوشگلیه، خیلی هم فضاش باحاله، خیلی شلوغه، غذاهاش هم کیفیتشون خیلی خوبه. عکساشو دیدم، دختر خالم هم اومده اینجا رو بهمون معرفی کرد. دیدین روی اون قایقا میشینن کلی عکس و ویدیو میگیرن. حیفش که نمیشه، ولی خب خیلی جای باحالیه. خودم حالا کلی عکس و ویدیو میگیرم. دوباره عشق من، محبوب دل من، چون سردرد دارم این خیلی خوبه واسه سردردم. گرفتم اینجا. بچه اومدیم میوه بگیریم، میوه فروشی. انقدر میوه های باحالی دارن. ما حالا از چند تاش گرفتیم. اوکی. ببین این نارگیله خوشمزه ترینه، خیلی خوشمزه است. بعد واقعا هم خاصیتش خیلی زیاده به خاطر اینکه Thank you. این من سردرد داشتم، سردرد میگرنی دارم، خیلی خوبه واسه سردرد. خوردم قشنگ اوکی شد. Thank you. This one, present. And for you, Mandarin from Thailand. Thank you. اومدیم الان پاتانگ، یه منطقه‌ایه که خیلی باحاله، توش پر رستوران و اینا. اومدیم یه جا که بهمون معرفی کردن چند تا تور بگیریم واسه فردا و پس فردا که توی پوکت هستیم. حالا از این مغازه که تور میدن خیلی زیادن، ولی خب اینو دوستمون پیشنهاد داده بود، داریم میریم که ببینیم چیا داره. وای بچه یه دونه از اینا دیدیم خیلی باحاله، میتونی تیراندازی کنی. میخوایم الان بگیریم یه دونه از اینا تیراندازی کنیم. Thank you. Want this? No salido de gas. نه اینو من زدم یه عقب‌تر، اینو یاسی زده. واه یاسیو منو جنگی ببین. زده. منو ببین. این مال رویاست، این مال منه، این مامانم زده، اینم یاسی. باریکلا. ما از اینجا رفتیم تور گرفتیم، الان اومدیم رو بروش نشستیم غذا می‌خوریم. خیلی رستوران باحالیه. یعنی ببین من خودم رو کشتم، همش یا دارم میوه میخورم یا اسموتی، به خاطر اینکه خیلی میوه اینجا خوشمزه است. اینم منگو پشن فروته، خیلی به نظرم هیجان انگیزه. داخل اینجا نرفتیم چون که خیلی شلوغه. داشتم میگفتم کاش من پسر بودم، میرفتم همه اینجاها رو میگشتم، همه این غذاهای کثیف رو امتحان میکردم. اومدیم ماساژ واسمون از اینا مثل چاییه ولی خنکه.
نوشیدنی بعد از ماساژمونه. اونی که میخواستیم شروع کنیم خنک بود، این یکی داغه. ما اومدیم اینجا بنزین بزنیم، خیلی جای کوچولوییه، بعد اصلا انگار که واسه موتوره. بعد این آقاه که اینجاست بهمون گفت کجایی هستیم، گفتیم ایرانیم. گفتش که کل اینجا مال یه ایرانیه، رستوران و خونه تور درست میکنه واسه اجاره. خیلی باحاله که اینقدر اتفاقی یهویی مثلا این روبروی ایرانی در اومد. آفرین بهشون. اومدیم واسه فیلا 2 تا از اینا گرفتیم بهشون بدیم. موز کوچولوها دارن زحمت میکشن ولی هنوز نیومدن، منتظریم که بقیه رو برسونن بیان اینجا بتونیم بهشون غذا بدیم. ما داریم میریم سمت آبشار. چقدر خوشگله اینجا. خیلی خوشگله، خیلی باحاله. بده برید. چی میری؟ ریسکی. آماده شدم واسه زیپلاین. وای در اومده. سفتش کن. بدو. اصلیه. الان اومدیم ناهار بخوریم. همون از اینا گذاشتم. این غذاییه که واسمون آوردن. برنجش که خیلی بوی خوبی میده ولی اینا خیلی رنگ و رو ندارن، ولی به نظرم خوشمزه. میریم رفتیم سوار یه قایق بادی میشیم، از تو رودخونه میریم. سوار اینا میخوایم بشیم. البته فقط من و رویا اومدیم، مامانم و یاسی نیومدن چون مامانم دیسک کمر داره. واه قراره سوار این چیم. Rafting. I want to tell you something. For rafting, if you want more fun, more happy, more experience. Okay. Rafting. How many person on board? Don't for safety. 4 person. Once. You can rafting or river for rafting. Row about river. River for rafting. But all the way we separate. Trip. Everything for captain. آقای اومد گل گذاشت واسم. از این داداشم بگید. Oh my god. به همه گل میده. خیلی اذیت میکنه این یارو. بقیه‌شون اینجوری نمیکنن. شماره 2 چی بود من برداشتم؟ No, I don't think so. What is this? No! مال ما از همشون دیوونه ترن. دیدی چی کارمون کرد؟
ما تموم شدیم. یکی از بهترین تجربه ها بود، خیلی باحال بود. حتما بهتون پیشنهاد میکنم رفتینگ رو بریم. اگه اومدین پوکت یا کرابی هم فکر کنم داشته باشه، حتما بیاین، خیلی باحاله. بچه ما اومدیم موتور سواری، قراره با این موتور چهارچرخا بریم توی جنگل. 20 دقیقه است تایمش، خیلی باحاله. من اولین باره که میخوام خودم بشینم پشت موتور. We have 4 wheels, 2 in the front, 2 in the back. When you ride in ATV, not fast, not racing. If you between on the way, not selfie photo, looking camera like this, cheese. You by this way, accident. ATV broken, then made, we charge 3,000. If you bring your handphone, you take care by your own. If you make the handphone falling, broken, then made. You cannot refund money back. با منه. Take care by your own. Cannot Sure. complain me. Okay? And then ببین میگه که نمیتونی اصلا سلفی بگیری یا ویدیو بگیری چون که میافتی یا گوشیت میافته، بعد تصادف میکنید. اصلا به هیچ عنوان گوشی نیارید. من میرم موتور سواری، بعدش ویدیو میگیرم واسهتون. بچه ها انقدر پله هاش بده، من فکرم کوچولو کوچولوه ولی خیلی ارتفاعش زیاده، برای همین خیلی سخته. ما دیگه تصمیم گرفتیم نریم چون خیلی زیاده پله ها. بعد بهمون گفتن که هوا تاریک میشه، اصلا ارزش نداره این موقع برید. یه دونه میمون هم اینجا دیدیم. سلام. بچه سلام. سیاسی داره نگاه دیوارو باز کنه. سلام.